جایی که عذاب در سکوت جریان داره، نه فریادی و نه شکنجه‌ای. اینجا آگاهیه که میسوزونه. به نظر شما کجا میتونه باشه که رنج توی اون بدون شکنجه است؟ سلام، مهدی هستم و توی این چنل یوتیوب قصد دارم به دل کتاب‌ها سفر کنم. اگه شما هم عاشق کشف معنای کتاب‌ها هستید، اینجا رو سابسکرایب کنید. اما برگردیم به اون سوال، کجاست که رنج کشیدن توی اون بدون شکنجه است؟ خوش اومدید به لیمبو، طبقه اول دوزخ. دانته از خواب عمیقی که در کنار رود آکرونته و بعد از دیدار با کارون تو اون غرق شده بود، یهو بیدار میشه و خودشو کنار یه دره‌ای پیدا می‌کنه. دره‌ای که هیچ انتهایی برای اون نمیشه متصور. تمام ژرفای این دره رو مه پوشونده. نه تنها هیچ انتهایی برای دره نمیشه متصور بود، بلکه برای شکوه‌ها و ناله‌های ارواح این دره هم هیچ پایانی وجود نداره. دانته نگاهی به راهنمای خودش میندازه. تو چهره ویرژیل تردید میبینه. ویرژیل متوجه این نگاه دانته میشه و بهش میگه که Ed egli a me. L'angoscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipinge quella pietà che tu per te ma senti. آشفتگی این ارواح باعث حس ترحم در من میشه، اما تو به خاطر حضور در دوزخ قدرت تشخیص خودت رو از دست دادی و اون رو ترس و تردید نمیشتی. در لیمبو قدرت تشخیص دادن بسیار کاهش پیدا می‌کنه. اولین طبقه دوزخ، جایی که هوا سنگینه اما خبری از آتیش و سرصداهای عجیب و غریب نیست. سکوتی جریان داره که نهایتا شما زمزمه‌های خیلی ریزی از ناله‌های ارواح میشنوید. اینجا رنج فریاد نداره، بلکه ساکنان این طبقه دوزخ از درون رنج. ویرژیل رو به دانته میکنه و شروع میکنه به توضیح گناهکاران طبقه اول دوزخ و به dante میگه Che non peccarono e se le hanno mercedi non basta, perché non ebbero battesimo che porta della fede che tu credi. E se furono dinanzi al cristianesimo, non adorar debitamente a Dio, e di questi cotai sono io medesimo. Per tali difetti, non per altro io, siamo perduti, e sol di tanto offesi, che senza speme vivemo in disio. در اینجا ارواح هیچ گناهی نکرد، حتی حسنات و خوبی‌های خیلی زیادی هم تو زندگیشون داشتن، اما غسل تعمید در مورد اونا صورت نگرفت. و اگر تو ارواحی رو دیدی که قبل از تولد مسیحیت وارد این طبقه از دوزخ شدن، این رو بدون که این ارواح خداوند رو اونجوری که باید پرستش می‌کردن عبادت نکردن، چرا که من خودم یکی از این ارواح هستم. ما تنها به همین خاطر هست که در این طبقه از دوزخ قرار گرفتیم و تنها عذاب ما نیست زندگی کردن با آرزو اما بدون امیدواری برای دستیابی به این آرزو است. از آگاهی از گناه طبقه اول دوزخ این پرسش تو ذهن شکل میگیره که Uscicci mai qualcuno, o per suo merito o per altrui, che poi fosse beato? E quei che intese il mio parlar coverto? ای راهنمای من، آیا تاکنون کسی بوده که پا به دوزخ گذاشته باشه و تونسته باشه از اون به سلامت خارج بشه؟ ویرژیل هم در پاسخ اشاره میکنه به حضرت عیسی مسیح روزگاری از بهشت وارد دوزخ میشه و همراه خودش ارواحی چون حضرت آدم، حابیل، حضرت نوح، موسی، ابراهیم، داوود، یعقوب نبی و چند ارواح دیگر رو همراه خودش به سعادت و به بهشت بردن. دانته و ویرژیل در حین همین گفتگو بودن که دانته در دوردست آتشی عظیم می‌بینه. در اطراف این آتش هم 4 روح بزرگ رو می‌بینه که به سمتشون دارن میان. ویرژیل به دانته لبخندی میزنه و این 4 روح رو معرفی می‌کنه. هومر پدر حماسه‌ها، خالق ایلیاد و اودیسه، هوراس شاعر خرد و میانه، خالق اودها، اوید راوی دگرگونی‌ها و تغییر و آفریننده متامورفوزیس و لوکانوس شاعر نبرد و حماسه،
خالق فارسالیا. این 4 ارواح چون شعله‌های آتیش میون اون مه سنگین دره دوزخ می‌درخشن. دانته به جمع اونا اضافه میشه و هر 6 نفر به سمت کاخی بلند مرتبه حرکت. وقتی به کاخ منیع این طبقه از دوزخ میرسن، دانته در اونجا ارواحی رو میبینه در سکوت نشستن. ارواحی که به قول خود دانته سکوتشون بسیار صدای دلنشین داشت. دانته در این کاخ ارسطو رو میبینه. در کنار اون افلاطون و سقراط نشستن. در گوشه از کاخ هم اقلیدس نشست. ما تو این طبقه از دوزخ ابن سینا رو هم داریم و حتی یکی از بزرگترین فرمانروایان مسلم، یعنی صلاح الدین ایوبی، کسی که حتی دشمن هم به شرافتش قسم. در دوزخ فریادها خاموش میمونه و تنها صدای اندیشیدنه که در سکوت تکرار میشه. رنج از نادانی نیست، بلکه از روی آگاهی و دونستن. اینجا آگاهی هم حتی باعث رهایی نمیشه و ما تازه پا در قلمرو کسانی گذاشتیم که آگاهی رو درک کردن اما نجات رو